سلام بر همراهان جان، امیدوارم حالتون خوب باشه. عرضم به حضور شما تو قسمت گزارشات مالی سود و زیان میشه گفت آماده شده. سرویس جدیدی هست، تلفیقی است، سرویس سود فروش و سود خدمات هست که هر دوی اینا رو کردیم توی این سرویس. تفاوتش چیه؟ اینجا دقت کنید قبلا وقتی روی سود فروش کلیک می‌کردیم تمام رکوردهای مربوط به سود فروش رو می‌آورد، سود خدمات هم به همین شکل. بعد وقتی می‌خواستید ببینید سود مجموعتون چه توی تعمیرگاه چه فروش چقدر بوده، مجبور بودید هر دوی اینا رو ستون اینجا سود کل فروش رو جمع می‌زدید، با این جمع می‌زدید و به یه رقم می‌رسیدید. توی سود و زیان دیگه نیازی نیست این کار رو انجام بدید. وقتی روش کلیک می‌کنید اینجا توی تب همه خود به خود اینجا ستون رو اگه دقت کنید سود ناخالص فروش این رقمی هست که کلا مجموعه شما هم از تعمیرات، هم از فروشگاه، هم از فروش خدمات و هم از فروش کالا به دست آورده. خیلی راحت اینجا میتونید فیلترش کنید، مثلا از 1 تا 30 فیلتر کنید و این عدد تغییر خواهد کرد. میتونید خیلی راحت ببینید که کلا مجموعتون چقدر سود داشته، هم از تعمیرگاه هم از قسمت فروش کالا. اگر هم مثل قبل بخواید سود فروش و کالا رو به صورت تفکیک شده ببینید، تو اینجا تب گذاشتیم کالا، رو کالا کلیک کنید، دقیقاً جزئیات سود فروش کالاتون میاد. روی خدمات هم کلیک کنید، خدمات. اما خب این تب همه خوبیش اینه که هر دوی اینا رو با هم داره. یه دونه ستون دیگه هم اضافه شده اینجا، دقت کنید، به نام آپدیت رکورد. این خیلی اصطلاحاً ستون مهمیه، هرچند میتونم نباشه، اما ما گذاشتیم برای مواقعی که مثلا دارم میگم یه فاکتوری رو دارید میزنید، یه لحظه اینترنت قطع میشه، مشکلی پیدا میکنید، یا به هر دلیلی موضوعات مربوط به خطاهایی که ناخواسته از سمت شما سر زده، مشکلات اینترنت بوده، وی پی انتون رو یه لحظه روشن شده قطع شده، خلاصه به هر دلیل این ریکوست سمت سرور به صورت کامل نرسیده. تو اون حالت مثلا دارم میگم احیانا دیدید اینجا شاید 1 در 1000 باشه احتمال این حالت. خب مثلا سود فروشتون خورده، سود کل فروش خورده، مثلا درصد پورسانت نخورده، یا نمیدونم سود فروش اینجا خالی بود، نال بود. تو این حالت فقط کافیه روی این آپدیت رکورد یه بار کلیک کنید، آپدیت شد. این کمتر از 1 ثانیه تمام اون پروسه رو توی سیستم گزارش و صورت وضعیت همه اینا رو چک میکنه و با یه دونه کلیک اون رکوردی اگر به درستی ثبت نشده باشه به صورت خودکار اصلاح میکنه و شما رو خیلی راحت میکنه دیگه. دنبال اصطلاحاً سرنخ گشتن لازم نیست، توی چشمی یه لحظه نگاه میکنید میبینید موردی هست یا نه و به راحتی میتونید با زدن آپدیت رکورد اونو حل کنید. همونطوری که اشاره کردم این حالت شاید 1 در 1000 باشه، اما گذاشتیم که بعداً احیانا به مشکلی برخوردید توی مورد اینترنت و اینا به راحتی بتونید حلش کنید. این ستونام خب قاعدتاً میتونید به راحتی به این شکل سورت کنید، مثلا بالفرض سود کل فروشتون رو یا سایر موارد رو میتونید اینجوری سورت کنید و ببینید اونطوری که خودتون مد نظرتون هست. سرویس خیلی کاربردی هنوز با اینکه ظاهرا تموم شده، اما یه دونه سورپرایز خیلی خفنش هنوز مونده که اونم احتمالاً تا 4-5 روز آینده تموم میشه، اما در حال حاضر سرویس عملیاتی شده و میتونید ازش استفاده کنید. سرویس سود و فروش و سود خدمات هم احتمالاً توی 1-2 هفته آینده اینو دیگه برداریم، چون دقیقاً هر دو تا این سرویس رو توی سود و زیان دارید میبینید و عملاً دیگه این دوتا به اون صورت کاربردی نخواهند بود. راستی برای عزیزانی هم که رکوردهاشون خیلی زیاد بود، مشتریایی بودن که تعداد رکوردهای سود و فروششون خیلی مثلا چندین هزار تا بود و این سرویس یه مقدار براشون تو لودینگشون گیر می‌کرد، یه مقدار دیلی داشت. اما اینجا دیگه اون موضوع دیلی یا تأخیر به کل رفع شده و هر تعدادی باشه به راحتی و کمتر از 1 ثانیه براتون بارگذاری خواهد شد و گزارشاتون رو خدمتتون ارائه خواهد داد. ممنون که به فینتی اعتماد کردید و همراه ما هستید. متشکرم. موفق و پاینده باشید.